کسی در اینجا سهم خودش رو میتونه ایفا بکنه در ایجاد این آینده. من عضو جنبش خراسان شمالی هستم. دبیرکل جبهه پایداری بلوچ. ما اعراب خوزستان، قشقایه، همراه هیئتی جنبش میهنی یارسان ایرانlılar و آذربایجانlılar قرشک برامینن تا مرز بازرگانا از خطه شمال کشور. خوش آمدید. حضرت خطیبی رو خواهیم دید. خودم سعی کردم که در باب یک گفتمان ملی مسئله رو بررسی کنم. مایه افتخارمه که امروز در کنار شاهزاده رضا پهلوی نشستم. به همراه یاران و عزیزان کنگره اقوام ملیگرای ایران و طیف نهگانه bir جلسه شاهزاده حضور بارید اقوام ایران، یارسانان، بختیاری، کرد، کرمانجه، مازنی، کتولی، دیلمیان. امروز 26 فوریه در خدمت اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین بدیم مسائلی که عیسی بهمون گوش داد کردین خدمت ایشون گفتم و ایشون هم با دل جون گوش کردن. در خدمت جناب شاهزاده عزیز بودیم و در باشون صحبت داشتیم در مورد انقلاب ملی فعلا که وضعیتی داریم و چه مشکلات داریم و چه کاری باید انجام بدیم. دیداری که شاهزاده رضا پهلوی داشتیم که وضعیت کشور وقتی که نمی‌نا بحث و بررسی هاتی بکلا راهنمودار خردمندان استفاده بکنیم تا بزنیم چجور توانیم کشور عزیزمان ایران لچنگ رژیم صفاق جمهوری اسلامی وادي مديش. اليوم أنا كنت مع الأمير رضا پهلوي وقلت له إحنا العرب قلبا وقالبا من أجل الاتحاد والكرامة معك. معیرو لبارای اهمیت زمانه دایی که گپ کرد. یا آخرین نبرد مطمئن بودین که ایران به زودی دست جلاد پس گیریم. امیدوارم که اونجی لحد خو همونجوری که ولای چند روزا مبارزه کردیم ادامه بدیم تا به حکومت ضحاک سرنگون کنه و ایران ما آزاد با امید پیروزی. ایران ما رنگین کمان اقوام است. ما همه ریشه های یک درختی به نام ایران تنومند هستیم. این همایش ملی مستلزم شرکت تمام نیروهای آزادیخواه و متعهد به آن 4 اصلی که قبلا اشاره بهش کردم هستند و فکر میکنم که در این قبال اکثریت مردم ایران در این همایش میتونن جا داشته باشند.